پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت ابوذر گفتن که لا تتولین علی مال یتیم لا تأمرن علی اثنین، به دو نفر هم راهبر نشو گفتن. اینی اراک رجلا ضعیفا، من تو را فکر میکنم که تو مرد ضعیف هستی. ابوذر مردی ضعیف نیست. ابوذر همین شب بعد خواندن نماز خفتن تمام مالهای خود را خیر میکرد، بعد آمده خواب میکرد. برای چی؟ پگاه اگر وفات کنیم این مال برای من چی لازم؟ من این را پیشتر از خود به آخرت فرستانم میگفت. اگر رفت و پگاه زنده شویم الله رزق دهنده ما میگفت. این دلالت به قوت ایمانش میکند. لیکن گفتن که تو مرد بی قوت هستی، به دو نفر هم راهبر نشو و مال یتیم هم به ذمت نگیر. چی ابوذر خیانت میکنن؟ نه، خیانت نمیکنن، لیکن وای توکلش با قوت از خیر میکنه. همیشه میگه که یتیم ها که کلام شدن الله رزقشون میتید، میگه همیشه خیر میکنه. برای می تو راهبر نشو.